سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من زورو هستم. امروز اومدم با یک گیم پلی خیلی خفن. این گیم پلی خفن میتونه بازی شما رو هم استران کنه، یعنی سطح گیم پلیتون رو از برنز به گرندمستر میرسونه. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید تا شما هم خیلی راحت سطح گیم پلیتون رو به گرندمستر برسونید. یا الله، زورو FFX وارد میشه. جان، همین اول کاری هم دست خط گیرونه. حتی فقط باش حال میده دست فتیری کنی ها. حتی اینم بگم این انمی ها همشون گرندمسترن و فقط به خاطر اینکه من سطح بازیم خیلی بالا اصلا نمیتونم بزنم. خودتون که بهتر میدونید دیگه. بچه ها، من همه تیرهای اینجا هم هدشات دارم. الان نگاه این دختره رو هم هدشات میکنم. بچه همونطور که دیدید من اصلا شانسی نیاوردم و فقط به خاطر اینکه بازیم خوب بود تونستم بزنمش. بچه همونطور که میبینید یه اسکواد گرندمستر رو خیلی راحت زدم. آیا به من ایمان نمیآورید؟ واقعا برام سواله که تا وقتی همچین پلیرهایی مثل من وجود داره مثلا میره از B2K یا BNL حمایت کنه. من ساعت بازیم خیلی از اینا بالاتره. اگه قبول داری این ویدیو رو لایک کن. What's that, brother? خب بریم ببینیم داخل این خونه چه خبره. به 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 به، بکنم فهمید من به خاطر همه الان رفته جا قایم شده. سلام آمو. این بنده خودم ترسیده مثل رفیقاش. نگاهش کن. خب این هم رفت ایشون 4 تا رفیق نوستگش. حتی میدونی چه دست خودم نیست چیه. کلم یه پلیری هم که تو سطح بالا بازی میکنم. تو سطح بالا واسه این گیم پلی میسازم. تو سطح خب داخل مادر چه. بچه ها میدونید چیه. حالا جدا از این که مثلا من آخر ویدیو خیلی فشار خوردم، ولی اینم بهتون بگم بچه ها من یه پلیر خیلی قوی هم که هر کسی مثلا من نمیتونه بزنه. بچه ها اگه واقعا ادعاتون میشه که مثلا میتونید منو بزنید حتما داخل کامنت ها ایدیاتون رو بذارید. با همتون کاستوم تک به تک میام. نتیجه‌اش هم حتما داخل استوری اینستاگرام میذارم. حالا ببینیم چیکار میکنه. ببینیم همچین پلیر واقعا وجود داره که بتونه با من رقابت کنه.